الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. همه شما برادران عزیز و گرامی را به این ماه پرفیض و پربرکات از نام خودم و تمام مسئولین این مسجد تبریک و تهنیت میگویم. پیش از آنی که دعای یک جایگی انجام دهیم میخواهم در باب اجابت آدم روزدار حدیثی را برای شما از حبیب خدا بخوانم و بعداً یک جای دعا میکنیم. ثلاثة لا ترد دعوتهم. حبیب خدا گفتند سه طایفه را، سه گروه انسانها را دعاهاشان مثل تیری که در نشانه میرسد قبول است. سه گروه انسان هر وقتایی که اگر دستها را پهن کنند از جانب پروردگار مثل گدا اگر سؤال کند الله میفرماید که من دعای این سه گروه را رد نمیگردانم بلکه اجابت میکنم. الصائم حتى يفطر، الامام العادل و دعوت المظلوم. حبیب خدا گفتن آن پادشاهی که عدل دارد، توفیق دارد، انصاف دارد، مردمش را دوست می دارد، حق رعیت را پایمال نمی کند، دعای این پادشاه در نزد الله قدر و شرف دارد. و دعوت المظلوم، یک آدم بیچاره بی صاحبی که در نزد بعض از اشخاص، در نزد بعض از مردم هیچ قدر و قیمت ندارد، مظلوم است، بیچاره است، بی مال است، بی دستگاه و بی دکان است. الله گفت دعای اینم در نزد من قدر دارد. و سوم دعای انسانی که روزدار است. شخصی که روزه میگیرد دعای او را پروردگار در برابر این دعاهای نفرهایی که یادآور شدم الله قبول میکند. و احترام این سخن پیغمبر خدا و سوی پروردگار دست به دعا می برداریم و از پروردگار دعا می کنیم که خدای مهربان به حرمت این بندگان روزدارند، به حرمت این بندگانی که از خوف تو نه طعام میخورند، نه آب می نوشند، نه کناره‌جویی با زنهای خود میکنند. خدایا اللهم انا نعوذ بك من العجز والكسل والحرم والبخل. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر. خدایا روز از روزها ما این دنیا را پدرود میگوییم، روز از روزها ما به خانه آخرت و خانه دائمی خود که قبر هست مهمان میشویم. خدایا قبرهای ما را براحت بگردان. خدایا فتنه ها و عذاب ها و دهشت ها و شرمندگی ها و بی قدری ها را از قبر ما بیرون بگردان.
خدایا قبرهای ما را و باغ از باغهای جنتت مبدل بگردان و نعوذ بک من فتنة المحیاء والممات. پروردگارا از همه فتنه ها این جمعیت ما را محافظت بفرما. خدایا روزه های داشتمان قبول بفرما. خدایا همه مکافات ها و ثواب هایی که در این ماه است خدایا بر این روزدارها نصیب و روزی بگردان. خدایا گذشتگان ما را رحمت و مغفرت بگردان. خدایا بیماری های ما را شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردان. خدایا مسافرهای ما را صحت و سلامت به خاندان برسان. خدایا این ملک تاجیکان آباد بگردان. خدایا مدنیت، معرفت، اقتصاد این دولت ما را بالا ببر و خدایا سرور دولت ما را هم از همه آفت ها و بلاها در حفظ امانت نگهدار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. این جمعه اولی از ماه مبارک رمضان است. چه روزهای با سعادت، چه روزهای خیلی خوبه برای ما بندگانش که عزیزان ما و شما میگویند بهترین ماه رمضان است. بهترین روز جمعه هست. بهترین شب قدر هست. الحمدلله که ما و شما از این سه چیزی که فیض دارد، فضیلت دارد، ما در داخل او حیات داریم. ما آن ساعت ها را، این لحظه ها از حیات خودمان سپری داریم. خوش به حال همه ما و شما در بهترین روز قرار داریم، در بهترین ماه قرار داریم. زود است که بهترین شبم در همین ماه است بالای ما و شما می آید. من برای شما وعده کردم که اطراف این ماه مبارک رمضان صحبت داشته باشم، زیرا باور کنید برادرای خیلی عزیز و گرامی و پدرای مهربان، بازم این قدر دعوت، بازم این قدر عدد زیاد مسلمان ها در تاجیکستان، با عدد این قدر زیاد مساجد ها و عالم ها باز به انصاف ها یافت می شوند که این ماه مبارک احترام نمی کنند. باز نفرهای یافت می شوند که از این ماه مبارک برخوردار نمی شوند، این ماه را روزش نمی دارند. این گونه به انصاف ها در بین ما و شما وجود دارد. شاید که این صدای مرا روز از روزها نفر از اینها شنود که پروردگار برای کسانی که روزه می دارند چه اجر و چه ثواب می دهد. شاید که این سخن الله به او تأثیر رساند، فایده رساند و ویم از جمله ما و شما شود. امید دارم از پروردگارم، زیرا الله خود میگوید و ذکر فإن ذکر تنفع للمؤمنین. مردم پند دهید، به گوش مردم سخن قرآن رسانید. شاید از شاید روزهای این سخن، این ذکر، این جمله قرآن به وجود او تأثیر کند. شاید روز ویم اصلاح شود. به این خاطر میخواهم که موضوع امروز را برای شما آغاز کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظیم.
این آیت مبارکه از آغاز قرآن است، بعد سوره فاتحه، سوره بقره. الله جل جلاله، خدای پر اقتدار، خدایی که در قوت، در بزرگی کسی بر او ذات برابر شده نمیتواند، ذاتی که شریک ندارد، ذاتی که مثل ندارد، ذاتی که پدر و مادر و فرزند ندارد، میگوید یا ایها الذین آمنو، اشاره به سوی کسانی که دارند. الله اشاره دارد که ای کسانی که به هستی من ایمان دارید، ای کسانی که به پیغمبری محمد باور دارید، ای کسانی که به راحت و عذاب قبر باور دارید، ای کسانی که به زنده شدن بعد از مردن باوری دارید، ای کسانی که به روز قیامت باوری دارید. اشاره به اینها دارد، اشاره به مؤمنها دارد، اشاره به آن کسانی که هستی پروردگار را انکار میکنند، به آمدن پیغمبر محمد باوری ندارند، قرآن کتاب خدا نمیدانند، راحت و عذاب قبر اعتقاد ندارند، زنده شدن دویم باره را بعد مردن باوری ندارند. الله به آنها اشاره میکند و من کفر فان الله غنی حمید. اگر شما با این کفر که دارید، با این بی اعتقادی و بی اخلاصی که دارید، اگر همچنانم که رفتن گیرید و شما سیله سیله شوید، میلیون میلیون شوید، پروردگار تو بی نیاز است. برای ذات پروردگار، برای کارخانه پروردگار هیچ کمبودی پیدا نمی شود. فقط الله و شما سپارش داده ایستاده است به کسانی که امروز گویم در اطراف من جمع شد، به کسانی که امروز به قرآن تسلیم شدند، این کتاب آسمانی دانستند. چی میگوید؟ این کسانی که ایمان بر خدا دارید، سپارش گوش اندازید. پروردگار سپارش داده ایستاده است به تمام مؤمنها. چی سپارش است؟ کسی که امروز دعوای مسلمانی دارد، کسی که امروز دعوای مؤمنی دارد، کسی که امروز اگر پرسه مسلمانی، میگوید بله الحمدلله مسلمان، به همون شخص الله سپارش داده ایستاده است. و بندگانی ناسپاس و بندگانی به اعتقاد و بندگانی از قرآن دورش کار ندارد. الله کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، به شما فرض گردانیدم روزه داشتن ماه مبارک رمضان را، فرض گردانیدم برای آن شخصی که تنصیحت است، برای آن شخصی که در سفر نیست. الله گفت من قرار کردم، من حکم صادر کردم، این که از صبح صادق تا فرو رفتن آفتاب باید تو به طعام، باید تو به نوشیدن آب، باید تو با لذت بردن از زنهایتان دور باشید. فرض گردانیدم بالای شما روزه داشتن ماه مبارک را، کما کتب علی الذین من قبلکم. الله میگوید چگونه که بر امتهایی که پیش از شما بودند به ذمه آنها هم که فرض گردانیدیم. این ماه مبارک فقط برای امتهای محمد صلی الله علیه و سلم نیست، میگوید پیغمبر، میگوید الله، بلکه این به امتهایی که پیش از شما بودند، پیروان حضرت عیسی علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، حضرت داوود علیه السلام، حضرت سلیمان علیه السلام و جمله پیغمبرهایی که پیش از پیغمبر ما و شما بودند.
الله میگوید اونها هم در ماه رمضان روزه می داشتند لعلکم تتقون. در آخر پروردگار گفت شاید که این ماه مبارک رمضان سبب شود و نفسهای شما پرهیزکار شود. شاید که این یک ماه سبب شود تا که شما بالای نفسهاتان خوجین و سردار شوید. چگونه ای که امروز نفسهای ما و شما بالای ما خوجین است، ما و شما را به خیلی راههای گناه و راههای شرمندگی و بی‌عزتی میکشد. الله میگوید شاید که این ماه مبارک سبب شود و شما بالای نفسهاتان خوجین باشید، خوجین شوید. مثل که شما نفس همچون یک اسب دانین که وقتی اسبی که بالای او تو سوار هستی و لجام او در دست توست، وقتی که لجام کشادی و حرکت میکند یعنی همگی در اختیار تو هست. الله میگوید باید نفس شما لجامش در دست شما باشد. وقتی اگر لجام از دست ما و شما افتید، این اسب ما و شما را هلاک میکنه. چگونه ای که الله در سوره یوسف در آیت 53 میگوید این النفس لاماره بالسوء. ای مردم آگاه باش، پروردگار میگوید همین نفسی که شما دارین همه وقت به سوی بدی شما را میکشد، همه وقت شما را برای بی‌عزتی و برای شرمندگی میکشد. این نفس هیچگاه به فایده شما کار نمیکند. شاعر میگوید گر نفسی نفس به فرمان توست، گوش اندازید، گر نفسی نفس به فرمان توست، شک شبهه میاور که بهشت آن توست. گر نفسی نفس به فرمان توست، نفس هم تو همچی یک انسان دان، انسانی که نفس میکشد. شاعر میگوید اگر همین نفس با همراهی نفساش اگر در اختیارت باشد، تو بالای او خوجین باشی، گر نفسی نفس به فرمان توست، شبهه میاور که بهشت آن توست. به شک و شبهه بهشت از آن تو هست. ای شخصی که بالای نفس تو خوجین و سردار هستی. خدا رحمت کند استاد ما را هم میگو بچم اگر کسی که نفس بالا را و نفس پایان اگر داشت، به شک وی اولیا هست. امروز هر چی شرمنده میکند، چی کارگر حکومت، چی کارگرهای دینی را، و خدا قسم همین نفس کردگی هست، همین نفس هست. رئیس جمهور باوری میکناند در یک گویم در یک اداره یک شخص برده میگذارد که تا که در ملت و در دولت خدمت کند، 4 روز پس آوازه پهن میشود که وی رشوه گرفت. رشوه را برای چی گرفت؟ وی نفسش مجبور کرد. امروز گویم بعضی داملا و شیخ ایشان و صوفی ها مثل من بر این جاهل 4 آیت یا 3 آیت از یاد میداند یا 2-3 حدیث دیگر در پهلوش از یاد میداند. امروز گویم از همو استفاده برده و مردم تله و تاراج میکنند. این چی است؟ این به خاطر نفس است. باید نفس به همین راه برده ایستاده است. پروردگار فاما من طغی و آثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هی المأوى. پروردگار در سوره و نازعات چی میگوید؟ سوره نازعات ده میگوید آن کسانی که از حد گذرانیدند، آن کسانی که بالای نفسشان خوجین نشدند، نفس اداره کرده نتوانستند، اینها یقین دانند که مقام خود، باششگاه خود، جایگاه خود در دوزخ تیار کردند. و اما من خاف مقام ربه، الله بیان میکنند
لیکن آن کسی که بالای نفسش خوجین شد و نفس سرکوب کرد و برای نفس هر یک در و هر یک گوشه را حرکت نکرد، فإن الجنة هي المأوى. اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. الله میگه نفس اگر از هوا و هوس اگر نگاه داشت و باشیشگاه و خانه خودش در بهشت جای کرد. کسی که بالای نفسش چی است؟ خوجین سردار است. افسوس که امروز همین دنیای گویم خیلی کوچکه، دنیایی که 50 سال و 60 سال عمر داریم، ما و شما را باور که با چی راههایی میبرد؟ نفس انسان را میبرد. خدا رحمت کند عمر خیام که میگفت پند دهمه اگر به من داری گوش. انسان میگفت ای شخصی که امروز در نفس مبتلا هستی، ای شخصی که امروز پایبند نفس هستی، میگوید پند دهمت اگر به من داری گوش، از بحر خدا جامعه تصویر مپوش. امروز حیله نکن. اگر تو همچو انسان باشی، خیرت داشته باشی، معرفت داشته باشی، عمر خیام گفت من از تو دیده صدها برابر با خیرت و با عقل و با معرفت هستم. تو سخن من گوش کن. گفت که من برای تو میگویم که از بحر خدا جامعه تصویر مپوش. جامعه تصویر گفت جامعه حیله را میگویند، جامعه نیرنگ را میگویند، جامعه گویم که نفس را میگویند. تو برای خاطر نفس، برای 4 سوم مال دنیا را به دست آوردن، هر گونه حیله و نیرنگ استفاده نبر. حضرت در دوام گفتن دنیا همه ساعت و عمر تو دمی، از بحر دم عمر عبد را مفروش. همین دنیا را گفت به منزله 1 ساعت دام گفت، لیکن عمر خودت به منزله 1 ثانیه دام گفت. برای همین 1 ثانیه حیاتت گفت عمر ابدی بهشت نفروش گفت. این از پند عزیزان ما و شما. حبیب خدا بین صحابه ها چی گفت؟ گفت ای صحابه ها، گفت شما یک رفیق دارید، شما یک رفیق دارید. وقتی که این رفیق لباس میپوشانید، وقتی این رفیق عزت میکنید، وقتی این رفیق احترام میکنید، وقتی با او خیلی رفیقی نزدیک میشوید، یقین دانید که وای شما را شرمنده میکند. لیکن وقتی که این رفیق شما لباس نمیپوشانید، احترامش نمیکنید، عزتش نمیکنید، وای شما را چکار میکند؟ وای شما را وارد جنت میکند. صحابه ها حیرت نماندن، گفتن این گونه رفیقی درست نیست ای پیغمبری خدا. چگونه با کسی رفیقی کنیم و باز وای عزت نکنیم، لباس نپوشانیم، وای سیر نکنیم؟ حبیبی خدا گو آگاه باشید که آن رفیق نفس است. نفس است. اگر خارش داری عزت میابی، اگر عزتش دادی خار میشوی. نفس بد را صاحب 4 کتاب، نفس بد را هر کی سیرش میکند، در گناه کردن دلیرش میکند. این دلیر میکنیم ما و شما. حضرت عمر خیام در دیگر مصرع‌های شعریش میگوید گر از پی شهوت و هوا خواهی رفت. ای مسلمان ها بیدار شوید. میگوید وقتی شما از پی شهوت میروید، از پی هوا میروید، از پی خواهشات نفسانی تان میروید، گر از پی شهوت و هوا خواهی رفت، از من خبرت که بینوا خواهی رفت. من خبرت میتونم که تو بینوا رفتی. وقتی تو تابع نفس و تابع هوا و خواهشاتی شدی، تو یقین دان که بینوا رفتی. از من خبرت که بینوا خواهی رفت. بینگر چی کسی و از کجا آمده ای، میدان که چی میکنی کجا خواهی رفت. حضرت گفتن یک نظر کن. گفتن تو کی هستی خودت؟ تو کی بودی؟ از کجا آمدی؟ چی کار کرده ایستاده ای و کجا میروی؟ این فراموش نکن. الله هم در تفسیر این، مفسران در تفسیر این آیت کریمه گفتن لعلکم تتقون، شاید که نفس شما
با سبب این ماه مبارک پرهیزکار شود. شاید که شما اگر بندگان صادق و بندگان به ایمان باشید، این یک ماهی که بالای این نفسات خوجینی، ببین خوجینی تو امروز معلوم است در پیش و طعام ایستادگی است، نمیخوری و این نفس است. نفس برای تو دلالت میکرد که بخور، تو نمیخوری. حلقت قاق می شود، خشک می شود در پیش و تمام این شاکی هاست، تو نمی نوشی، برای تو بالای نفست خوجینی. زنی جوان گرفتی، شاید یک روز از حیاتت، شاید نیم روز ناگذشته که ماه رمضان در آمد، تو خواهش داری که با آن زن همخوابه شوی، لیکن ماه رمضان سبب شد نفس تو پرهیزکار شد، تو بالای نفست خوجین شدی و با این دختر زیبا، با این عائله حلال خودت نزدیک شدن میتونی. این تو در یک ماه بالای نفست خوجینی. الله میگوید مقصد از این ماه مبارکم یک گوشش انا همین است که شما ای بندگان خدا پیرو نفس نشوید، بالای نفس هاتان خوجین باشید. زیرا که شما اگر دوستان خدا را نظر کنید، شیخ برسیسا را بار قصه کردیم، 400 سال حضرت عبادت کردند، چند هزار مرید و شاگرد داشتند، آخر پیرو نفس شدند، با یک زن زنا کردن، از دنیا با به ایمان رفتند. که روز قیامت در روایت ها میگه تمام زناکارها در زیر بیرق شیخ برسیسا محشور میشوند. یا اگر گویم ثعلبه که قصه قرآنی است، من شاید که در باب زکات این قصهش مفصل برای شما بیان کنم. یک شخص فقیر بود، بیچاره بود، و دعای رسول اکرم دولت یافت، که وقتی که آیت زکات نازل شد که زکات ده، گفت این مال میراثی است، گفت این گو از این زکات نمیدهم. گفت وقتی که آیتی آمد برای وعید بالای ثعلبه، دیگر هر چند که زکات هم که داد، صحابه ها و پیغمبر خدا قبول نکرد. برای خاطر نفس، برای خاطر مال دنیا، دیگر نه جمعه میخوان، نه نماز 5 وقتش میخوان، نه زکات مال شدن. این دوستان خدا در کدام عذابها از پشت نفس گرفتار شدند. شاید که پروردگار میگوید نفس های شما پرهیزکار شود، شاید که شما بالای نفس هاتان ای بنده های خدا خوجین شوید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله العظیم. دیگر آیت کریمه ای که در همین سوره بقره الله در باب روزدارا چی میگوید؟ چی میگوید الله؟ شهر رمضان انزل فیه القرآن. دیگر فضیلت این ماه مبارک چی هست؟ من وقتی که شهر میگویم، شهر رمضان، قرآن این عربی است. شهر در لغت عرب معنای ماه را میدهد. ماه امروز تا امروز بعضی از همون گویم عقیده های جاهلیت، بعضی از همون زنای بی سواد و کرسوادی که گویم وجود دارند و مردم هم میگویند که ماه رمضان 1 روز است یا 2 روز است یا 3 روز است، فقط این ملاها و داملاها و عالمها از بین گم کردند، نمیدانند که همون روز عنیقش کدام وقت است. از این خاطر این 1 ماه روزه میداریم. این عقیده تا حال در بین مردم وجود دارد. شما قرآن گوش اندازین که الله میگوید شهر رمضان. شهر در کلمه های فارسی ما و شما یک قطعه را میگن، یک گوشه را میگیم شهر کولا، شهر دوشنبه، شهر فلان فلان. لیکن در عرب ها کلمه شهر استفاده میشد به ماه، ماه رمضان. اما
این خودش معلوم است که خواه 29 روز است، خواه 30 روز است. ماه هیچ وقت، ببین عصر از 100 سال کم نمی شود. سال میگوییم از 365 یا 364 یا 366 روز کم نمی باشد. در برابر این ماه وقتی که گفتیم این 29 روز یا 30 روز افاده میکند. از این خاطر پروردگار شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن میگوید این ماه رمضان ماهی هست که در این ماه چی نازل شد؟ چی؟ قرآن نازل شد. هدی للناس و بینات من میگوید ان هذا القرآن الذی ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. پروردگار میگوید این قرآنی که به شما خدا نصیب گردانیده است این راه دارد، استوارترین و مستحکمترین راه برای سعادت دنیا و آخرت شماست. شما این کتاب از دست ندهید. این کتاب شما به هیچ دین عوض نکنید که خار میشوید، شرمنده میشوید، پول وای تمام میشود. امروز در پایتخت آوازه ها می آید که مخصوص گویم خانه های وجود دارد که مردم طبابت میکنند. وقتی طبابت که تمام شد چی میگوید؟ میگوید برای من پول تو در کار نیست، مرحمت دین نصرانی داخل شد. ما مردمی هستیم که غمخوار شما هستیم، دین ما را قبول کن. لیکن نمیدانیم که شفا از جانب پروردگار است و یک زمان گوییم که یک امتحان پروردگار بتونه یک شفا داد. لیکن وقتی تو دین قبول کردی چنان دردت میداد که ابدی از جایگاه خواب خیسته نمیتانی، ابدی فلج خواب میکنی. دیگر اون حالت هزار توبه و تضرع کنی الله تو را دیگر بنده خاصش قبول نمیکنه. زیرا تو دیگر از ناامیدی شدی، تو زمان قوت داشتی دین تا عوض کردی. الله میگه فریفته نشوید. این فقر ناداری را چیکار کنین؟ این فقر ناداری را طاقت کنین، لیکن دین بیگانه را قبول نکنین. حضرت عمر رضی الله عنه خدا رحمت و مغفرت شان کند میگه روده هاش صدا داشت. چگونه یک آدم خنکی میزند در روده ها همین قر 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 کلم میگردد، حضرت عمر چی داشت؟ میگه صدا داشت، روده هاش آواز داشت. میگوید لیکن میگفت ای نفس، میگفت تا زمانی که این قحطی و گرسنگی از این مدینه منوره برداشته نشود برای تو خوراک حرام است، برای تو خوراک درست نیست. حضرت طاقت کردند. دویم عمر ثانی میگن عبدالعزیز وقتی میگد به خانهش در آمد دوستان خدا را بینید. امروز ما و شما که الحمدلله با منزله اونها فقر نداریم، با منزله اونها ما کم بغل نیستیم. وقتی خانهش در آمد میگوید دختراش همگی میگوید از خانه گریخته خانه دیگر در آمدن. حضرت عبدالعزیز حیرت دمان عائلش پرسید آخه من پدر بیرحم نیستم، من پدر بی انصاف نیستم، من با این فرزندام نوازش دارم، چرا فرزندا از پیش من گریختند؟ چرا در نزد این سفره و دسترخوان من ننشستند؟ زمانی که عبدالعزیز در خلافت بود، پادشاه بود، شما تماشا کنید دسترخوانش چی داشت. مادرش چی گفت؟ اون کمپیرش گویم زنش گفت ای عبدالعزیز، گفت این گریختن دخترها گفت از بی انصافی و بی رحمی تو نیست. گفت من میدانم تو بسیار پدر مهربان و با شفقتی، لیکن الحال در خانه بجز پیاز چیزی نبود. اونها فقط پیاز خوردن، دهانهای اونها که بوی پیاز میکرد، اونها از پیش تو دور رفتن تا که از بوی پیاز طبیعت تو ناآرام نشود. این به این خاطر این خانه را ترک کردم. گفت به یک پیاز حضرت عمر به سر بردن، لیکن اسلام با دندانهای کرسی داشتند، اسلام از دست دادند. این آیتهای قرآن برای خودشان دلیل کردن، مستحکم داشتند، میدانستند که آینده راحت در این اسلام است. الله میگوید این الدین عند الله الاسلام. یقین دانین ای مردمی که امروز در روی زمین زندگی دارید، یگانه دینی که در نزد من نجات دارد و اسلام است.
و جز اسلام دیگر هیچ دین را تکیه نکنین که لن یقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین. الله گو هرگز آن دین از شما قبول ندارم و شما از جمله زیانکار و شرمنده و به عزت و به حیاترین مردم در روز قیامت میشوید. دین تان عوض نکنید. انه لکتاب عزیز. پروردگار میگوید این کتاب من بسیار عزیز است، بسیار ارزش خیلی کلانی دارد. برادرای عزیز، و پروردگار در قرآن میگوید غیر ذی عوج. ببین الله میگوید که این قرآنی که شما در دست دارین عوج ندارد. عوج چیست؟ عوج گفته با زبان فارسی ما کجی را میگوید. در قرآن هیچ کجی وجود ندارد. در قرآن هیچ گویم وحشانیت وجود ندارد. قرآن برنامه های فقط تربیوی دارد. گوش اندازین. الله در سوره اسراء چی میگوید؟ همین قرآنی که ما و شما با او ایمان داریم. و بالوالدین احسانا. و بین ای بنده های خدا میگوید وقتی شما صاحب پدر و مادر که باشین با پدر و مادرتان مهربانی کنید. و یا موی سفید خانه و یا گویم جایی که برای نفقه خورهاست میبرن میسپارن اونجا نسپارش. الله میگوید و یا نوازیش کن و یا احترام کن و یا دعاش بگیر. چی جای غلط است؟ چی جای غلط است؟ و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. پروردگار میگوید اگر تو بچه بابایه رسیدی با عقل شدی نگاه میکنی که یا پدرت زنده است یا مادرت زنده است پیران سال هستند اونها را نوازش کن، اونها را تربیه کن، اونها را از خودت راضی کن. لیکن بالای اونها ولا تقل لهما اف. تو بالای او اف نگو، بالاش اف نگو. بار یک دوستی خدا را گوش کردم در تلویزیون در بالای کلمه اوف یک سخنی گفت که او بار یک جوانی گفت در دستش گفت در یک ظرف طعام داشت آمد به پیش مادرش بالای این جوان بسیار قهر و غضب داشت. این جوان باشد برای خاطری سخن الله این مادر پیر و این مادر غضبناک احترام میکرد. آورد طعام در پیش مادرش میگد با دو دست تعظیم گذاشت. مادر که غضب آلود بود، مادر که بالای این فرزند خیلی گویم غضب کلام که داشت همین طعام برداشت و بالای همین فرزند پرتافت. فرزند مسلمان، فرزندی که پیرو قرآن است. پیروای قرآن را تماشا کنید. شما امروز گویم داده کلمه چند آدمانی که امروز قرآن گویم کتابی به عدالتی و کتابی جنگجویانه می شمارند. به خدا قسم اونا خودشان جنگجو هستند. این قرآن جنگجو نیست. قرآن سر به سر پند و نصیحت است. وقتی که میگد همون خوراک در بالای فرزند حواله داد، فرزندی که قرآن خوان مسلمان میگد سرش پیش کرد بالای مادر نگاه نمیکرد. مادر وقتی احوال فرزند که دید یک سیله رحم مادر غمخوار می شود. او بچه‌م گفت این شوربا خیلی گرم بود، لباسی تو را من آلوده کردم، لباسی تو را خیلی ناخوب کردم، چرا باری هم سرت نمی برداری؟ چرا باری هم قواق طرفی من نمی اندازی؟ گفت مادر عزیز گفت من یاد دارم که وقتی که زمان خورد بودم بدن تو را خیلی آلوده نجاست کرده بودم. من زمانهای خورد بدن گفت بدن تو را از نجاست و از پیشابم آلوده می کردم. بار تو اف نگفتی. الله میگد ولا تقل لهما اف. بالای پدر و مادر اف نگو. من همون کلمه الله را همون جمله الله را برای خود شعار شماریدم. اف بالای این کاری کردگی تو نگفتم، زیرا که تو زمان خوردی مندم این گونه معامله را دیده بودی. این پروردگار در قرآن چه برنامه های تربیوی دارد. و بالوالدین احسانا. و پدر و مادرت چیکار کن؟ با پدر و مادرت نیکویی کن. امروز در دنیای غرب امروز ما برنامه های تلویزیونی بسیار گوش میکنیم. میبینن که پدر کمتر اگر احوالش بد شد، کمتر اگر بیماریش درست دراز شد،
وقتی که فرزندش که مانده شد فریاد میکنه دکتره اجازت از قانون است، او کالش کن میگه، او کالش میکنن جا به جا میکشنش، تمام اجازت است، جانش از پدرش خلاص. آیا ایرا اسلام قبول نداره؟ اسلام میگه تا دم آخران پدر با همراه پدر باش، با همراه مادر باش، مادر تا احترام کن. فاما الیتیم فلا تقهر. دیگر برنامه پروردگار رو تماشا کنید در قرآن. فاما الیتیم فلا تقهر. ای مردم، آن فرزندهایی که پدرهاشون از دنیا میگذرن و یتیمن، مثل فرزند خودت احترامشان کن، یتیمکا را به قدرشان رسیم. برای آنها عید آمده ایستاده است. مردم دولتمند بیدار شوین، از اوی که پولهاتون در راه عرقخوری و در کازینو و در قمار و در فاحشگی صرف میکنین. عید نزدیکی شد، در محلت یتیم بچه ها دارید، رو از حال یتیم بچه ها خبر بگیر. همان کستون و بروک و لباس و بهترین چیزهایی که برای فرزندت میخری، برای او یتیم بچه میخر. الله میگوید ویم در برابر فرزندت احترام کو. این برنامه قرآنی است. فاما الیتیم فلا تقهر. دیگر برنامه قرآن شما تماشا کنید. و اما السائل فلا تنهر. پروردگار میگوید وقتی که بنده های من طلبنده شدند، بنده های من بیچاره و کمبودیدار که شدند و از شما چیز طلبیدند، شما بالای آنها سیاست و دوغ و پوپیسه نکنید، بلکه از مالتان چیزی به آنها نصیب گردانید. این برنامه قرآن است. الله در قرآن میگوید دیگر برنامه و عاشرهن بالمعروف. ای مردم زندار، با زنهاتان ظلم نکنید، زنها را زیر لخت و کوب قرار ندهید، زنهاتان را احترام کنید، به قدر زنهاتان رسید. خداوند در دیگر برنامه قرآن میگوید ولا یغتب بعضکم بعضا. ای مردم یکدیگر تا غیبت نکن. ولا تجسسوا. تاریخ یکدیگر تا ورق نزن که همه شما کم بودی دارید. ورق یکدیگر تو نه، تاریخ یکدیگر تو نه ورق نزنید. این برنامه های قرآنی است. هزارها شکر به سوی خدا که خود حضرت ذات گفتند انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این ذکر، این قرآنی که ما به زمین فرستادیم، ما این پاسبانش خودمان هستیم. این ما نگاه و بین میکنیم. این اگر تمام عالم دشمن قرآن شود، الله میگه این قرآن من تا قیامت میبرم. این قرآن تا قیامت پیرواش هیچ وقت نابود نمیشود. مصطفی را وعده داد الطاف حق، تو بمیری و نمیرد این سبق. مصطفی را وعده داد الطاف حق. میگوید وقتی رسول اکرم غمگین شدم که پروردگار من از دنیا میگذرم و این قرآن چی میشیده باشد، حال این قرآن چی میشیده باشد. الله چی گفت؟ مصطفی را وعده داد الطاف حق، تو بمیری و نمیرد این سبق. تو از دنیا میگذری، تو میمیری، تو زیر خواب میری، لیکن قرآن نمیمیرد. کس نتاند پیش و کم کردن در او، تو به از من حافظی دیگر مجو. الله چی میگوید؟ کس نداند پیش و کم کردن در او. خدا رحمت کند حضرت مولوی جلال الدین رومی را در مثنویش یاد میکند. کس نتاند پیش و کم کردن در او. هیچ کس نمیتواند که چگونه که انجیل عیسی را، تورات حضرت موسی را دیگرگون کردند، به خواهش خودشان کردند. هیچ کس نمیتواند قرآن دیگرگون کند. هیچ کس نمیتواند زبر او را زیر و زیر او را پیش کند. الله میگوید کسی اینا به قدر کرده میتوانند، نه در این یک زبر و پیش در آورده میتوانند. هر کسی که با قرآن چسبید، شما خودتان دیدین امروز نامشان به لعنت یاد می شود. کدام اونها امروز شهرت یافتند؟ از دوره های شوروی این جانب همون پیشواها و داهی هایی که داشتیم به قرآن چسبیدن، امروز چی دیدن؟ چه حال دیدن؟ همون برای تمامی همون دشمنان قرآن همین معامله ها خودش درس است.
کس نتاند پیش و کم کردن در او. الله میگه تو به از من حافظی دیگر مجو، از من ده حافظی دیگر مجو، از من ده دیگر محافظت چی بهترین یافت نمیشود. الله میگوید من خود محافظتش میکنم تا قیامت باقیش داره ما، تو مترس از نسخ دین ای مصطفی. الله گفت تا قیامت باقیش داره ما، تو مترس از نسخ دین ای مصطفی. از نسخ دین نترس، از این دشمنان اسلام نترس، از دشمنهای قرآن نترس که من تا قیامت این قرآن رو میبرم. این از پند قرآنی، این از برنامه های قرآنی. چی جای غلط دارد، چی جای نادرستی دارد، چی جای کجی دارد، چی جای دارد که ما و شما را برای نادرست اگر هدایت کند؟ کجاش؟ نیست، جایی ندارد. الله گفتن شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. الله میگوید این قرآن حق از باطل جدا میکند. این قرآن این کتابی است که حقیقت از غیر حقیقت جدا میکند، حرام از حلال جدا میکند. این همچنان کتاب است. در دوامش پروردگار چی گفت؟ فمن شهد منکم الشهر، اگر ای بندگان خدا شما اگر در این ماه مبارک رمضان آمده و رسیدید، مقصد حیات شما باقی ماند و شما در این ماه رسیدید، مثل که الحال ما و شما در همین ماه قرار داریم، فلیصمه، این ماه را روزه گیرید، این ماه را احترام کنید. احترام این ماه روزه داشتن این ماه است. فلیصمه. در دوام پروردگار چی میگوید؟ و من کان مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. پروردگار را ببین، مهربانی الله را ببین، غمخواری پروردگار را ببین. این ماهی که این قدر عظمت دارد، ثواب دارد، اجر دارد، چی میگوید؟ و من کان مریضا، که مبادای بندگان خدا، عاشقانی الله و محمد، شما وقتی در این ماه بیمار شدید، قوت روزه گرفتن ندارید، اگر روزه گیرید درد شما افزون می شود، زیاد می شود، شما را هلاک میکند. الله مهربان است، الله غمخوار بنده است. الله میگوید از رگ گردن و دیده من بر تو نزدیک هستم. میگوید مادام تو اگر مریض باشی او علی سفرین، یا تو در سفر باشی، ببین پروردگار چی میگوید؟ فعدت من ایام اخر، تو رخصت داری که روزه تخوری، برای تو اجازت است. پروردگار برای تو لگات داده است، امتیاز داده است که تو بیماری، تو در سفر هستی، روزه تا بخور، الله تو را گناهگار نمیشمارد. تو در نزد پروردگار جوابگر نیستی، زیرا تو بدنی رنجور داری، زیرا تو بدنی بیمار داری. این امتیاز است، این داد پروردگار است، این رحمت الله را باید ما قبول سازیم. چگونه ای که ما و شما سفر میریم، الله برای ما و شما اجازت داده است که 4 رکعت را 2 رکعت بخوان. اگر ما 2 رکعت نخواندیم، 4 رکعت خواندیم، حتی صاحب مختصر میگه تو گناهکار شدی، زیرا که تو این امتیاز، این مهربانی پروردگار را به نظر نگرفتی. گفتی من به ماشین رفتم، آخه مرا خانه خودم است، مرا خانه بچم است، من اینجا هیچ بیماری و هیچ گویم ماندگی ندارم، چرا 2 رکعت خوانم؟ ببین امتیاز تو شکستی، تو رحمت پروردگار را قبول نکردی. صاحب حتی مختصر هم میگوید که تو با این 4 رکعت خواندگی تو گناهکار شدی، تو ثواب نگرفتی. الله 2 رکعت داد، همون 2 رکعت باید تو میخواندی. پروردگار مهربان است. بیمار هستی، نداری قوت، از هیچ ملا و شیخ نترس، الله تو را اجازت میدهد روزه تا بخور. پروردگار مهربان است.
خداوند در قرآن میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. بهترین دلیل است. پروردگار میگوید هیچ نفسی را، هیچ بنده خود تکلیف نمیتون، مشقت نمیارم، وزنینی نمیارم مگر قدر قوتش. از قوتش دیده زیاد از بندم طلب ندارم. امروز قوت نمیرسد، بیماری قند داری، بیماری دل داری، بیماری فشار خون داری، اگر از روزه گرفتن دردی تو مشقتی تو زیاد شود 100% برای تو رخصت است. روزه طبیعی خود در نزد خدا اجر بگیری، ثواب بگیری. حضرت امام احمد حنبل مثل حضرت امام ابو حنیفه ما و شما که مذهب به ایشان داریم وایم پیروا دارد. وقتی کسی آمد پرسید ای امام احمد حنبل، آدمی بیمار تا کدام وقت روزه خورد؟ گفت آدمی بیماری که قوت روزه گرفتن نداشته باشد روزه با طریق اولا خوردن گیرد. گفت کدامش که قوت ندارد خورد. گفت کسی پرسید ای امام احمد حنبل، اگر بیماری تب داشته باشد چی؟ بیماری تب. گفتن آیا از تب دیده شدیدترین درد وجود دارد؟ حضرت امام احمد حنبل حتی در بیماری تب پیرواش رخصت داد که روزتان شکاین، روزتان خورین، شما بیمار هستید. برای همین امروز ما باید سختگیری نکنیم. چیزی را که خدا داده است، حبیب خدا میگه یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. آسان گیرید، مشکلات نیارید، بشارت دهید، مردم نگریزانید. امروز بچه ما و شما موی سر دارد، موی سر داری تو گفته فلان و فلان، نگریزان بچه را به موی سر گناهکار نیست. من کان له شعر فلیکرم. تو سواد نداری، تو علم نداری، چی در کار در این باب صحبت میکنی؟ حبیب خدا میگه کسی موی سر دارد موی سرش را پاکیزه نگه دارد، باکی ندارد. امروز سختگیری ها گویم چی در عبادت ها مان داریم، چی در لباس ها مان داریم، چی یک مردم هم میبینی عادی ترین یک عملی را انجام داد خیلی بیگون. حضرت عمر خیام گفتن که انسان بیگناه در حیات زندگی کردن نمیتواند، بیگناه نمیشود. یک گناه کرده است که تو کافر شدی، تو منافق شدی، تو فلان و فلان شدی. چی در کار این سختگیری ها؟ چی در کار مردم از بر و از پهلوان گریزاندن؟ امروز بچه ها ما را سوال میدن که آیا آدم بی نماز نانش خوردن درست است؟ آدم بی نماز نانش حرام نیست. آدم بی نماز رنگ تو بی نماز با تو با نماز شدی، تو را امروز خدا ایمان و قدرت و اسلام و فهمیش داده است، بی نماز نماز خوان کن. از بی نماز کجا میگریزی؟ با بی نماز رفیق شو، با بی نماز رفت آمد کن. با او در پهلوی نشستن تو دوزخی نمیشوی، تو گناهکار نمیشوی. الله میگوید من هیچ نفسی را تکلیف نمیدهم مگر قدر قوتش. حضرت سفیان ثوری را حکایه میکنن که او حضرت میگفت که من عالم کسی را میشمارم که فقط آسانگیر باشد، سخت گرفتن همه میتواند. این سخن حضرت سفیان ثوری است. سخت گرفتن همه میتواند، عالم کسی را میشمارم که آسانگیر باشد و مردم راه آسانی را نشان دهد. محمد ابن سیرین خوابنامش در دست ما و شماست. یک شاگرد داشت به نام عون میگوید. عون گفته یاردم میگوید. عون گفتگی یک شاگرد داشت. شاگرد حکایت میکند که همین محمد ابن سیرین تمام همون سختی ها را در خودش صرف میکرد و لیکن برای مردم فتوای آسان میداد، راه های سبک اختیار میکرد. برای مادامی که نص قرآنی دلالت دارد که تو بیماری روزه بخور، برای تو اجازت است. هیچ ملامتی هیچ کس گوش نکن، اجازت الله برای تو رخصت داده است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ان شاء الله من دوام این موضوع را جمعه آینده برای شما صحبت میکنم. ماشین 27 تا 85 ضرور است بیرون براید. 27 تا 85 از کسی هست ضرور بیرون براید که کسی ترسان کرده ایستاده است. خب یک اعلان داشتم برادرای عزیز، یک اعلان میکنم. این اعلان شاید چند جمعه تا عیدم تکرار کنم. در همین پهلوی راست من یک جای وسیع کلان است. ما در حضور رئیس شهر بودم.
و امضای همین زمینه از دستش گرفتیم، امضا کردن، اجازت دادن که همین پهلو رو هم آباد کنیم. هزار رحمت، خدا نگهش دارد. انشاءالله هر یک شخصی که در آبادی این مسجد سعی کوشش دارد، حتی سخن خوش پول هم نداشته باشد، سخن خوش حتی داشته باشد، دلالت داشته باشد، ولی البته بی اجر و بی ثواب نمیماند. خدا نگهش دارد. بسیار خرسندم شدیم. برای همین ما در همین پهلو نیتی همین مسجدی که در این طرفم دارم، این طرف در بنیاد کردیم، همین طرف در یک مسجد دیگر باید بنیاد کنیم. برای همین هر کسی که چی مقدار قوتی دارد، همین هم با اتفاقی شما و با دستگیری شما شدگی هست. اگر چند بعضی مخلصای مثال از دوشنبه و دیگر مثال یاردم ها هم کردن، گویا با دستگیری همین مردم شد. دیگر ما یکان راه درآمد و از یکان راه دیگر پول یافتن نمیتونیم. برای وسیع شدن مسجد، برای آباد شدن مسجد، برای پند و نصیحت، امروز نه برادرها را بین از جای من نگاه کنی، همه بیرون ها پوری آدمند، نمیبرند. همین پهلو را هم ضرور است که آباد کنیم. انشاءالله ما الکی تجربه آباد کردن داریم. برای همین اگر کدام شخصی که یافت می شود خودش تنها با ذمه می گیرد، یا مثال گویم که یاردم میکند مردم، اختیار داره. اگر کدامت که یاردم کردین مرحمت، از همین روز اعتبارا ما در فکر همی هستیم. همه گویم امضا و همه گویم یعنی وابستگی به حکومت داشتگیش همش حل کردگیم. فقط کار از ما مانده است و خلاص. انشاءالله انجام دهیم. فقط از ما و شما این قدر یادگار میماند. گفتی حضرت سعدی که وگر رفت آثار خیرش نماند، نشاید پس از وی الحمد خواند. اگر از دنیا گذشتی و هیچ آثار خیرت نماند، از پس تو بر این انسان یک سوره الحمد خواندن حیف است. برای همین هر چیزی که از ما آثار خیر ماند انشاءالله ما و شما ثواب میگیریم. خب از جنازه زنی بابای حسن همسایگی من 30 سامانی برای یاردم مسجد در حق بابای حاجی زین الدین مرحوم 20 سامانی دادن. رستم از رسیه دعا طلب کرده است در حق کسانی که در صندوق خیریه صدقه میکنند. درباره آغاز ساختمان مسجد که الحال این مسئله را به سمع شما رسانیدم. انشاءالله چگونه ای که در آبادی همین من برای شما وعده داده بودم که یعنی زود است که خداوند کاری خیر از تیز انجام می‌یابد و تیز انجام یابد. امروز 1,500 آدم در همین پهلوی شما میشینند. 1,500. و اگر این جانب شم که شود، این جانب کمتر وسیع‌تر میشود، شاید زیادتر در اینجا مردم جای گیرند. روز به روز شکر خدا که جوانا و مردم ما و شما نمازخوانند و گوش کننده هستند. این مسجد بنا کردن و این گوییم که مسجد آمدن، این یک مکتب انسان ساز است. این مسجد یک مکتبی است که انسان ساز میکند، تیار میکند، راست میکند، برای حیات دنیا و آخرت میفهماند. اینجا فقط جای پند و نصیحت است. از آدم بسیار انشاءالله جامعه تاجیکستان من آباد میشود، دین من آباد میشود، عقل ما فهمیش من زیاد میشود. این هیچ وقت زلال زیانی ندارد. خدا خاتمه کار همه ما و شما را به خیر بگرداند و تمام آن بندگانی را که الحال نامهاشون یاد کردیم و خواندیم، هر مراد مطلوبی که دارن خدا مرادهاشون حاصل و گذشتگانشون خدا رحمت و مغفرت کند. آمین و رب العالمین. بعضی بچه‌ها سوال میکنن در ماه رمضان آبازی کردن با طریق اولا آبازی کنیم با که ندارن. آبازی چی به صابون میکنین چی به غیر صابون میکنین، آبازی هاتون کردن گیرین، این هیچ زلال زیانی در رمضان شما ندارن. بعضی آدما میگن لبهامون قاق میشود چیکار کنیم؟ میتونید شما لوغن و زلینا هست و زلینا مالی باکی ندارد. برای زنهاتون اجازت از سرمه و اسمه و اجازت است که مثال در رمضان استفاده برند. اگر زنایی که حیضن، کسلی گویم که همون ماهانه و همون 3 روزه و 10 روزه ای که دارن، اگر در این کسل ها باشن گویم که با طریق اولا خورن که اگر روزه هم که گرن روزشون روزه نیست. برای همین روزه هاشون هم میخورن. بعد رمضان این زنها چیکار میکنن؟ قضا میدارن. اگر مبادایی که امروز علم خیلی پیش رفته است، اگر زنها امروز تبلیتکه ها وجود دارد و کلها هم وجود دارد، تبلیتکه هم وجود دارد،
برای که در این ماه حیض نشود، کسل همون خونروی نشود، میتواند که از همون تبلت استفاده کند که در همین ماه کسل نشود. این هم صاحب فتواها اجازت دادن. همین از اول ماه اگر مثال ما فراموش کردیم و به گوش زنها برسه، می شود که قسم شب مثال تبلتکه وجود دارد، وقتی روزشکایی کشید همون تبلتکه را میخورد، یک ماه کسل نمی شود. دیگر در بین بیچاره 3 روز و 5 روز و 10 روز فقط به همون کسلیگیش آواره می شود، از رمضان دور میماند. میتواند همون داروها را استفاده برند که کسل نشود. بعد ماه مبارک باز میلش دیگر درد الهی است، بعد باز